سلام و عرض ادب خدمت شما. امیدواریم برای آموزش شطرنج مبتدی. خب میخوام در این آموزش بهتون اجزایی که یه شطرنج رو کامل میکنن رو یاد بدم که این مبتدیشه که از چه چیزایی در بازی استفاده میکنن، از چه مهره هایی در شطرنج در اصل. خب مهمترین مهره در بازی شطرنج میتونیم به شاه اشاره کنیم، به پادشاه بازی، که انگار این همه مهره دارن برای این شاه جونشون رو به خطر میندازن و پیروزی رو برای این شاه به دست میارن. البته شاه داخل بازی که مهمترین مهره است و اگه کیشو مات بشه کلا بازی تمام میشه. حالا برای اینکه کیشو مات بشه بعدا بهش میپردازیم. خب اول از سرباز شروع میکنم. حالا شاه مهم بود گفتم. سرباز حرکت هایی که میتونه بکنه که خونه های 1 و 2 برای مهره های سفیده، خونه های 7 و 8 هم برای مهره های سیاه. و مهره سفید سربازش در دومین ردیف قرار میگیره که این ردیف کلا پر سرباز میشه، یعنی کلا اینا همش 8 تا مهره سرباز داریم. حالا ما کار نداریم فعلا با اینا همه پر میشن، کار نداره به اینا، به یه دونش بس برام. خب در اول بازی که وقتی بازی شروع میشه، مهره سرباز میتونه 2 تا حرکت بره جلو. یعنی ما در اول بازی قانونی که شطرنج داره و یه قانون مهمیه و میتونه خیلی در شروع بازی مهم باشه، اینه که سرباز در شروع میتونه 2 تا بره جلو، ولی در اصل سرباز یکی میره و وقت فقط در تنها موردی میتونه که لاین خودش رو عوض کنه یا سرباز مقابل بزنه که سرباز حریف یا مهره حریف در این خطوط باشن، خطوط‌های بغلش رو به بالا. مثلا الان رخ اینجا باشه شما راحت با سرباز میتونید بزنید، ولی اگه رخ اینجا باشه دیگه شما نمیتونید بزنید و اصلا راه ندارین که برین جلو. خب یعنی هیچ کاری نمیتونه از این سرباز بر بیاد. و مهمترین چیزی که میتونیم بهش بگیم که یه شطرنج رو به یک بازی تبدیل میکنه که آدم تواناییاشو از دست نده. وقتی این سرباز، الان همینطوری که من دارم برای اولین بار آموزش میدم، سرباز وقتی که از نقطه شروعی که هست تا به آخر برسه وزیر میشه. یعنی شما اگه اینو تا ته بیان یه دونه بیان، دونه بیان، قدم بیان، تهش سرباز میشه. تهش هر چیزی که دلش بخواد میشه. هر چیزی که دلش بخواد. میتونه وزیر باشه، میتونه اسب باشه، میتونه فیل باشه و همچنین رخ. یعنی هر چیزی که دلش بخواد. و این یه چیز مهمیه که آدم میتونه بهش انرژی بده به آدم، که حتی از صفر هم شروع میشه، یه روزی میتونی تبدیل به هر چیزی که بخواد. اگه به تهش برسونی میتونی تبدیل به هر چیزی دلت بخواد بشی. به جز شاه تو بازی یه دونه است و شاه نمیتونه 2 تا بیاد، چون همه این مهره ها دارن برای شاه تلاش میکنن. حتی اون سرباز، وقتی سرباز هست یعنی شاه هم هسته. و اگه شاه نباشه و از بین بره شاه توسط حریف که بهش میگن کیش و مات، دیگه بازی تمومه. حالا تو اصلا کل مهره رو داشته باشی، وقتی حریف بتونه شاه تو تسلط بگیره و شکست بده، دیگه کاری نمیشه کنی، همه مهره ها میبازن و این قدرت شاه رو نشون میده. حالا این توضیح اولیه بود. حالا بریم ببینیم که چجوری حرکت میکنن. سربازه که بهتون گفتم. حالا میرسیم به مهره ها. خب اسب ما در این بازی به صورت ال مانند، ال در
فقط در صورت المانند میتونه، حالا هر طرفی که دلش بخواد نگاه کنید، شکل الو میگیره. یا دو تا خونه به سمت بالا یا پایین، دو تا خونه سمت چپ به سمت بالا یا پایین. مثلا ببینید اول از بالا شروع میکنم، دو تا خونه به سمت بالا یه دونه چپ، دو تا خونه به سمت بالا یه دونه راست، و اینطوریه که بازی شکل میگیره. یا به این سمت یه دونه، دو تا سمت راست یا بالا یا پایین. ببینین الو تشکیل میده، حروف ال انگلیسی اگه دقت بکنید. و همینطور برعکس اینطوری، یا به این صورت که دو تا شکل میشه دیگه، اینطوری 1 2. بعد دیگه بازی رو دیگه حرفه یاد داشته باشه دیگه، نمیخواد دونه دونه بیای بالا، از اینجا میپری اینجا اینطوری یا اینطوری. و این شد ساختار حرکت کردن اسب. خب یک نکته‌ای که من یادم رفت بگم این که آقا سرباز فقط رو به جلو حرکت میکنه، یعنی تمام این مهرهایی که اینجا میبینی همه میتونن به سمت پایین که سمت خودشون هست حرکت کنن، ولی سرباز فقط رو به جلو، رو به اون هدفی که داره، رو به اون جلو رفتن و یه جور حالت، بیشتر حالت چیز داره، حالت این که خودشو فدایی کنه خب تا بتونه پیروزی رو داشته باشه برای تیمش. و بیشتر بازی همه سربازا از بین میرن، اینم در نظر داشته باشه، و سربازا خیلی کمی یا اصلا نمیمونن. واقعا این بازی شطرنج میتونه خیلی درس آموز باشه، غیر از الان که من دارم خودم نگاه میکنم. خب اصلا بهتون گفتم حالت المانند داره، بگذاریم از اینا. حالا میرسه به فیل. فیل در بازی شطرنج دوتا داریم، یکی مهره فیل سفیده که در این نقطه F قرار میگیره در خونه سفید، و یه دونه فیل سیاه داریم که در نقطه C قرار میگیره. اینا اولن سربازا این نقط ردیف و فیل اسب رخ و همینطور فیل اسب رخ که هر کدوم دوتا داریم در این ردیف، فقط وزیر و شاهه که یه دونه داریم. خب حالا من میخوام حرکت کردن فیل رو بهتون آموزش بدم. اول از فیل سفید شروع میکنیم. فیل سفید به حالت طولی قطری حرکت میکنه. حالا ببینین بهتون میگم الان فقط خونه های سفید رو میتونه بره. یعنی چی؟ یعنی اگه اینجا باشه میتونه فقط به این صورت، به این صورت، به این صورت و به این صورت. حالا شما میگین یعنی اینطوری باشه این نمیتونه مثلا این خونه ها رو بره؟ خب این که معلومه میتونه. مثلا این اول اصلا اینجاست، یارو دوتا میره اینجا، خب بعد بازی یه تعریف که شروع کرد میتونه اینا رو جابجا کنه. یعنی فقط نقطه های سفید هر چقدر دلش خواست میتونه بغیر. ببین الان خود سرباز فقط رو به جلو میرفته، ولی این هر جا دلش بخواد میتونه، یعنی به عقب هم میتونه بره. چرا؟ یه حالت تصاحب کننده داره. میدونی چی میگم؟ اگه مثلا اینجا هم رخ حریف باشه ببین دیگه بعد ازش بترسه، چون راحت میتونیم بریم بزنیم، ولی رخ هیچ کار نمیتونه بکنه. خب این فیل ببخشید یکم تکون میخوره این صفحه گوشیم. حالا میرسیم به فیل سیاه. فیل سیاه همینه، فقط در خونه های سیاه میتونه حرکت کنه. نگاه کن الان رسیدیم اینجا، باز این قطر رو این قطر رو گرفت، میتونه اینطوری بره. باز این قطر رو این قطر رو گرفت، میتونه مثلا اینطوری بره. این میشه فیل سفید. فیل سفید در خونه سیاه. خب آموزش فیلا هم که بهتون دادم، امیدوارم که حمایت کنیم و چیز نکنیم، فوشم ندین دیگه. یکم میلرزه اولین جلسه ای که دارم میذارم، نمیخواد اینا رو اصلا بگم، گوش کنیم. خب
در دومین قسمت میرسیم به رخ. بچه فیل 3 امتیاز داره، اسب 3 امتیاز. اصلا شما کار نداشته باشین که بقیه چی میگن. حالا شما در نظر داشته باشین که اسب 3 امتیاز داره در مبتدی، فیل هم 3 امتیاز. حالا جلوتر که برین یکم پیشرفته ترشین میفهمین که اینا اصلا یه امتیاز یکم بالاتر دارن، مثلا 3.5 بشه. حالا شما 3 میگیم که قاطی نکنیم. خب ولی رخ یکم قدرتش از اونا بالاست. خب یعنی این 5 امتیاز داره. چرا؟ چون میتونه طول و عرض رو بگیره. یعنی میتونه اینطوری بره و اینطوری و در آخر بازی ها خیلی موثره. شما در آخر بازی نمیتونین با یه دونه فیل طرف رو ببرین، ولی با یه دونه رخ و یه دونه شاه میتونین. یه حریف فقط شاه داشته باشه البته. پس رخ چجوری شد؟ رخ هم به صورت بالا پایین، چپ و راست، طول و عرض رو میگیره این رخ و یک مهره خیلی خوبیه. کامل نیسته، طول و عرض رو داره. خب این خیلی موثره. حالا بهتون فیل، رخ و اسب رو گفتم. حالا میرسیم سراغ وزیر، کسی که قدرت ترین مهره شطرنجه. درسته گفتیم شاه مهمترینه، ولی وزیر که بهش میگن ملکه یا به انگلیسی میگن کوین، این مهمترینه. چرا؟ چون ترکیب رخ و فیله. یعنی تو هم میتونی ازش به عنوان رخ استفاده کنی، هم میتونی از نظر فیل استفاده کنی، هم رخ. یعنی اینطوری میره و حالت فیلی هم میره، میبینی؟ و حتی تو خونه سیاه بشه میشه فیل سیاه، یعنی حالت فیل سیاه هم داره. یعنی هر جایی که دلش بخواد تو این خطوط میتونه بره. بچه‌ها خیلی هاتون رو دیدم اینطوری میاد و اینطوری میشه. یعنی چی بابا؟ اصلا همچین چیزی نداری، مغزتون اینطوری نکن. فقط در خونه‌هایی که هستن میتونن برن. اوکی؟ خب حالا این هم شد آموزش مهره‌های شطرنج. امیدوارم حمایت کنین. سریای بعد یکم گوشیمو صافتر در یک جا میذارم که بهتر بتونین متوجه بشین و بهتر بهتون آموزش‌های بعدی رو میدم و امیدوارم که یک عضوی از یک خانواده بشیم و بتونیم همینطوری آروم آروم از سطح پایین حتی از سطح زیر صفر خودمون رو بکشیم بالا. بچه این چیزم یادتون نره، برای دومین بار دارم میگم. 1 و 2 برای خون مهرهای سفیده، مهرهای سیاه در 7 و 8. حالا اونو بعدا دوباره با هم کار میکنیم. امیدوارم که دوست داشته باشین. بخشی که یکم صفحه تکون خورد و دوباره همون به زودی میبینیم. آموزش دیگه براتون میذارم. فعلا خداحافظ همه شما.